سلام و عرض ادب و درود خدمت خانواده بزرگ امیر. امیدوارم تا به اینجا لذت کافی رو از آموزش‌ها برده باشید. خیلی راحت و با مفهوم درست بهتون مطالب رو رسونده باشیم و از اینجا به بعدش یه سری مطالب برای افرادی که تازه کارن یه مقدار درک کردنش سخت میشه، اما نگران نباشید. توی کلاس‌های پرسش و پاسخی که هر هفته داریم ایراد و اشکال تک تکتون رفع میشه و این قسمت برای کسایی که جزء ابتدای راهن و تازه با فارکس آشنا شدن یه مقدار مباحث خیلی مهمیه و باید قشنگ بهش توجه داشته باشید. یه مروری روی مقدمه دوره داشته باشیم. اولین چیزی که در رابطه باهاش می‌خوایم صحبت کنیم تعریف ارز پایه و ارز مقابله. بعد اون جفت ارزهایی که وجود داره، مخففشون چی هستن و دسته‌بندی‌هایی که دارن و تو چه دسته‌بندی‌هایی قرار دارن، مفاهیم لات و پیپ و پوینت و از اون طرف انواع اسپردی که توی بازار موجود هست و مورد بعدی تعریف اهرم و چه مزایا و معایبی داره، به علاوه این که سیاه کننده زندگی هر شخصی، هر تریدری توی بازار که مارجین کال هست و هر کسی که توی مارکت بوده قطعاً یه بار این اتفاق براش افتاده و دچار افسردگی مزمنی شد. آقا بریم ادامه مباحث با هم داشته باشیم. خب تعریف ارز پایه و ارز مقابل. دوستان یه سری ارزها ارزهای پایه و ارزهای اصلی هستن که بهشون بیس کارنسی گفته میشه. یه سری ارزهایی که داریم معامله میکنیم در مقابل ارز دیگه بهشون کد کارنسی گفته میشه و توی صفحه بعدی خیلی قشنگتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم. ببینید جفت ارزها یه سری دسته‌بندی ها دارن. ما یه سری جفت ارز داریم که این جفت ارزها اصلی هستن، یه سری جفت ارزها داریم که فرعی هستن. به اصلی ها میگن جفت ارزهای ماژور و به فرعی ها میگن جفت ارزهای مینور. حالا چه جفت ارز اصلی هن؟ جفت ارزهایی که در مقابلش در یک سمت از اون ارز دلار آمریکا دخیل هست، یعنی ارزی که دارید معامله میکنید یه سمتش دلار آمریکا دخیل باشه. حالا مثلا فرض رو بر این بگیرید که پوند رو در مقابل دلار آمریکا معامله کنید یا یورو رو در مقابل دلار آمریکا یا حتی دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا. هر سمتی از ارز که دلار آمریکا داخلش دخیل باشه جفت ارز اصلی است. جفت ارزهای فرعی جفت ارزهایی هستند که کلاً دلار داخلش دخیل نیست. مثلا شما پوند رو در مقابل ین ژاپن معامله کنید یا فرض رو بر این بگیریم که ین ژاپن رو در مقابل مثلا AUD معامله بکنید. AUD میشه مخفف دلار استرالیا. حالا بیاین اینجا یه مقدار در رابطه با مخفف جفت ارزها با همدیگه صحبت کنیم. دو تا حرف اول مخفف هر جفت ارز، دو تا حرف مخفف اول هر جفت ارز نماد اون کشوره و حرف آخری که دارید نگاه میکنید توی تصویر مخفف واحد پولی اون کشور. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا ما داریم USD، US اولش مخفف United States هست و حرف آخرش دی آخرش مخفف دلار آمریکا هست. یا اینجا بیاید نگاه کنید AUD دو حرف اولش مخفف استرالیاست، دی آخرش برای دلار استرالیاست. یا از این طرف NZD میشه NZ برای ارز کشور، برای مخفف کشور نیوزلند هست و دی آخرش دلار نیوزلند. از اون طرف داریم دیگه CHF میشه فرانک سوئیس که حالا توی تمرینا با هم بیشتر کار میکنیم. یا مثلا کات اینجا داریم CAD اولش مخفف دو حرف اولش CAD مخفف کاناداست، دی آخر مخفف دلار کاناداست. یا از این طرف EUR داریم که مخفف یورو هست و کلا برای ناحیه اروپا. یا اینجا داریم JPY، JP اول مخفف ژاپن هست، وای آخرم برای ین ژاپن هست. حالا به ترتیب داریم مثلا برای طلا هم نماد گلد داریم داخل بازار، هم نماد XAU، یا مثلا برای نفت چیزهای مختلفی داریم، اویل داریم، برنت داریم و از این جور قبایل. حالا جفت ارزهای ارزهای دیجیتال رو هم داریم که مثلا بیت کوین مخفف BTC قرار میگیره و از این جور موارد. بریم با هم دیگه باز بیشتر روی سرفصل‌های نگاهی داشته باشیم. یه سری جفت ارز هستن، ما از اینا هم غافل نشیم، فقط در حد اینه که یاد بگیرید و بدونید که یه همچین ارزهایی رو هم داریم که بهش میگن ارزهای اگزاتیک.
این ارزهای اگزاتیکی دارید نگاه میکنید شامل ارزهای اقتصادی کشورهای نوظهور یا در حال توسعه هستن که میخوان خودشون رو برسونن و وارد مثلا اتحادیه اروپا بشن و جزء جفت ارزهای اصلی شاید در آینده قرار بگیرن، مثل TRY که دو تا حرف اولش همونجور که توی پاور دارید نگاه میکنید USD در مقابل TRY. خب TR اول مخفف ترکیه هست و وای آخر هم برای لیر ترکیه هست. این هم از این. یا مثلا ارزی مثلا RUB مخفف روبل روسیه میشه. یا همچین جفت ارزایی داریم که اصلا باشون کار نداریم و حجم خرید و فروش آنچنانی ندارن که اصلا بخوایم توی مارکت باهاشون معامله انجام بدیم. این از این موضوع. بریم سرفصل بعدی. خب دوستان، اول بریم با هم تعریف پیپ و پیپت رو یاد بگیریم. ببینید توی هر مارکتی، هر بازاری، هر چیزی یه واحد اندازه‌گیری داره. واحد اندازه‌گیری در بازار فارکس پیپ هست. شاید خیلیاتون توی مارکت ارز دیجیتال فعالیت دارید و دارید با درصد کار میکنید، اما توی فارکس باید پیپ رو یاد بگیرید و موضوع خیلی مهمیه. توی هر مارکتی یه واحد اندازه‌گیری داریم. برای آب از لیتر استفاده میکنن، برای وزن از کیلوگرم استفاده میکنن، برای ساعت از ثانیه و دقیقه و نمیدونم ساعت و اینا استفاده میکنن. هر چیزی بالاخره یه واحد اندازه‌گیری باید داشته باشه. واحد اندازه‌گیری بازار فارکس برای ما پیپ هست. حالا چجوری ما باید اندازه‌گیری کنیم؟ ببینید کوچکترین واحد تغییر قیمت در اغلب جفت ارزها معمولا رقم چهارم بعد از اعشار هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یورو یو اس دی رو دارید معامله میکنید، قیمتش هست 1/1000، این قیمت تغییر پیدا کنه به 1/1005 و به سمت بالا بره، قیمت 5 پیپ افزایش داشته. یعنی ما 5 پیپ تغییر قیمت داشتیم. توی هر جفت ارز دیگه هم به همین صورت هست که حالا میریم روی چارت با هم دیگه بیشتر در رابطه با اینا کار میکنیم. اینکه چجوری اندازه‌گیری بکنید هم اوایلش میتونید با یه سری خطکش ها این اندازه‌گیری ها رو انجام بدید، اما بهتون میخوام بگم که سعی کنید به صورت ذهنی محاسباتتون از این بعد انجام بدید که وقتی وارد مارکت شدید باید اینو بدونید که در صدم ثانیه باید تصمیم گیری کنید و حجم درستتون رو نسبت به پیپ معامله انتخاب بکنید. خب ببینید یه سری چیزای دیگه هم هست. حتما بعد از 4 رقم بعد از اعشاری که بهتون گفتم یه رقم دیگه هم معمولا هست. به این رقمه میگم پیپت. ببین از شما من یه مثال برای پیپت بزنم. پیپت کلا یک قسمتی از قیمته که برای ماها اهمیتی نداره، مگر اینکه خیلی طرف حالا مثلا فست اسکلپ بخواد کار کنه و در صدام ثانیه معامله باز کنه و ببنده که اصلا همچین چیزی امکان پذیر هم نیست. میخوام بهتون در رابطه با پیپت یه چیزی رو بگم که کلا بذاریمش کنار و اصلا بهش فکر نکنی. ببین شما از هر کسی بپرسی ساعت چنده، فرضاً بهت میگه 3:30 یا مثلا 3:15 یا مثلا 3:10. کسی نمیاد بگه ساعت مثلا 3:10 و 15 ثانیه است. چرا؟ چون 15 ثانیه آخر برای ما اهمیتی نداره و عملاً این پیپ و پیپت میشه بین همون دقیقه و ثانیه. برای ما شاید دقیقه توی ساعت اهمیت داشته باشه ولی ثانیه اهمیت نداره. اون ثانیه همین پیپته میشه که توی مارکت ما داریم. خب پیپ برای محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس استفاده میشه، توی پاور داشتیم. بریم برای تعریف و مفهوم لات و ببینیم که واحد اندازه‌گیریایی که داریم نسبت به لات چجوریه و هر کسی نسبت به سرمایه‌اش باید چه میزان لات سایزی رو توی معاملاتش انجام بده. ای پلنت، سرمایه گذاری آگاهانه، معامله گری آسان. خب بریم برای تعریف و مفاهیم لات سایز ها که خیلی مهمه برای هر معامله گری و با نداشتن مدیریت سرمایه ممکنه که استفاده از یک لات سایز نامناسب کل سرمایه‌اش رو نابود بکنه و اینو باید کامل و درست و قشنگ یاد بگیرید و توی کلاس هم با هم تمرینش میکنیم، چون شاید برای خیلی‌ها در ابتدای مسیر سخت باشه. دوستان ما چند مدل لات داریم، یعنی لات سایز داریم. یک لات سایز استاندارد هست برای ما،
که میشه یک لات معاملاتی. یک لات معاملاتی ببینید واحد اندازه‌گیری یک ارز رو داره میگه، یعنی شما اگر یک لات معامله بکنید 100,000 واحد از پول اون ارز رو، از پول اون کشور رو دارید درگیر معامله میکنید. یعنی فرضاً شما اگر یک لات معامله روی USD یا همون دلار آمریکا انجام بدید، یعنی 100,000 دلار رو دارید درگیر معامله میکنید. یا فرضاً اگر روی پوند دارید یک لات معامله میکنید، 100,000 پوند رو دارید درگیر معامله خودتون میکنید که بهش میگن لات استاندارد. یک مینی لات داریم که 0.1 میشه و یه میکرولات داریم که میشود 1/100 لات. ببینید برای تعریف ایناها بذارید من بیام این قسمت کامل بهتون توضیح بدم. ببینید اگر یک لات شما معامله انجام بدید، فرضاً روی یورو به USD یک لات معامله انجام بدید، شما 100,000 دلار پول رو درگیر معامله کردید و اگر قیمت یک پیپ تغییر کنه، یعنی قیمت یک پیپ به سمت بالا بره و شما یک معامله خرید انجام دادید، اگر قیمت یک پیپ به سمت بالا بره، همون جوری که تو جدول دارید نگاه میکنید، هر پیپ معادل $10 میشه با حجم یک لات. حالا بیایم نگاه کنیم اگر مینی لات بخوایم باز بکنیم، یعنی 1/10 لات بخوایم باز بکنیم، 0.10 1/10 لات بخوایم معامله باز کنیم، 10,000 واحد از پول اون کشور رو درگیر معامله کردیم. روی یورو USD انگار ما 10,000 واحد یورو رو 10,000 یورو رو ما وارد معاملهمون کردیم که میشود روی هر پیپ اگر قیمت افزایش داشته باشه شما $1 توی سود هستید. به همون مراتب اگر بریم روی میکرولات یه نگاهی بندازیم، 1/100 معامله بخوایم باز بکنیم، انگار ما 1000 واحد از یورو رو درگیر معامله کردیم که اگر قیمت یک پیپ به سمت بالا حرکت کنه ما 10 سنت توی سود هستیم. یه بخش دیگه هم داریم نانولات که قبلا توی بروکرها خیلی مد بود برای حساب‌های سنتی و زیرو، خیلی دیگه حساب‌های کوچیک می اومدن از نانولات ها استفاده می‌کردن که الان نیست و برای ما اهمیتی هم نداره، چون الان کمترین حجمی که ما داخل مارکت معامله می‌کنیم 1/100 لات هست، بیشترین حجمی هم که میتونید باهاش معامله باز بکنید 100 لات هست. یعنی یه چیز عجیب غریب که واقعاً باز کردن همچین معامله‌ای برای ماها خطرناک است. همونجوری که دارید می‌بینید یک لات معامله معادل 100,000 واحد پول اون کشور میشه. شما فکر کن 10,000 تا بخوای 10 لات معامله بخوای باز بکنی میشه 1,000,000 واحد از پول اون کشور. یعنی شما اگر یه معامله 10 لات روی دلار آمریکا باز بکنید معادل 1,000,000 دلار میشه و یه چیز عجیبیه که توی بازارهای اهرمدار باید خیلی حواستون باشه. این تعریف کلی از لات بود که ما جلوتر میریم روی معاملاتمون توی چارت با هم دیگه مثال میزنیم. مثال این پایین هم میتونید ببینید. اگر یک لات استاندارد روی یورو به USD معامله خرید باز بکنید و قیمت 50 پیپ به سمت بالا حرکت بکنه، شما $500 توی سود هستید. ببینید یک لات معامله یک پیپش میشد چقدر؟ $10 سود. درسته؟ پس اگر قیمتش 50 پیپ به سمت بالا حرکت کنه شما $500 توی سود هستید. اگر 80 پیپ به سمت بالا حرکت کنه شما $800 توی سود هستید. و اونور بوم رو هم نگاه کنید که اگر قیمت فرضاً جفت ارز یورو USD شما خرید انجام دادید 50 پیپ به سمت پایین حرکت بکنه، شما دیگه $500 تو سود نیستی، $500 توی ضرر هستی و باید حواست به لات سایزهای معاملاتیت باشه. خیلی از تریدرهایی که توی مارکت فعالیت دارن 90% به خاطر نداشتن مدیریت سرمایه و استفاده نکردن از لات سایز مناسبی که دارن سرمایه‌شون از دست میدن. ما براتون یک فرمول محاسباتی نسبت به حسابتون اگر قرار $500 توی مارکت بیاریم بهتون حجم هایی که بر اساس میزان پیپی که استاپتون رو قراره بذارید میگیم که بتونید توی هر معامله 1% سرمایه‌تون رو وارد یک پوزیشن بکنید، نه اینکه $500 حسابتون رو شارژ بکنید با یک معامله یک لاتی کل سرمایه‌تون بخواد نابود بشه. پس قراره که از حجم‌های مناسب توی مارکت با هم دیگه استفاده کنیم. این از تعریف کلی لات سایز ها بود. اندازه‌گیری حجم معاملات هست برای ما. خب
خب بریم برای تعریف اسپرد و انواع اسپردی که توی بروکرها وجود داره. ببینید دوستان، به صورت کلی هر ارزی رو که شما بخواید خرید یا فروش انجام بدید بابتش باید یه اسپردی رو پرداخت بکنید. اسپرد اختلاف بین قیمت خرید که میشه اسک و قیمت فروش که میشه بیت برای شما توی بروکرها وجود داره. یعنی شما اگر همین الان یه جفت ارزی رو بری خرید کنی، مثلا یورو یو اس دی رو بری خرید بزنی، توی همون نقطه بمونه و تغییر قیمت نداشته باشه، یه مقدار اختلاف خرید و فروش هست که شما توی ضرری و اگر همون لحظه بخوای بفروشی باید با یه ضرر خیلی کوچیکی از معامله خارج بشی و این چیزیه که بروکر از شما میگیره. حالا من مثال داخلیشو بخوام براتون بزنم، فرض رو بر این بگیرید که شما الان میرید یه مثلا 206 میگیرید به قیمت 500 میلیون، همون لحظه اگر بخواید برید بفروشید قیمت اون خودرو کاهش پیدا نکرده باشه و افزایش هم پیدا نکرده باشه، اون مبلغ پولی که برای خرید خودرو دادید فرضاً 500 میلیون، همون لحظه دوباره بخواید بفروشیدش از شما مثلا 480 میلیون میگیرن و اون 20 میلیون میشه اسپرد معامله شما. یا فرض رو بر این بگیرید که شما دارید میرید داخل یه صرافی، میخواید $1000 خرید داشته باشید روی دلار 100,000 تومان. خب این دلاری که شما دارید به مبلغ 100,000 تومان میخرید رو همون لحظه اگر تغییر قیمت نداشته باشین دوباره بخواید به صرافی بفروشید، از شما مثلا 99,200 برمیداره و اون 800 تومان میشه اختلاف بین خرید و فروش که سود اون صرافی هست. پس این چیزیه که شما باید قبول کنید، توی مارکت باید به بروکر پرداخت کنید. حالا ما یه سری اسپرد داریم، انواع اسپرد داریم. یه سری اسپرد هستن که ثابتن، بهشون میگن فیکس اسپرد که مقدارشون همیشه ثابته. یعنی شما مثلا میرید روی جفت ارز یورو یو اس دی معامله باز بکنید، این اسپردش همیشه مثلا 5 پوینت هست و اسپردیه که ثابته. شما فردا هم بری همون 5 پوینت، هفته دیگه هم بری همون 5 پوینت و تغییر پیدا نمیکنه. یه سری اسپرد داریم بهشون میگن اسپرد متغیر یا شناور یا وریبل اسپرد که با توجه به شرایط بازار تغییر میکنه. شاید توی تایم های مثلا پرنوسان مارکت، تایم های خبر، این اسپرد تغییرات بیشتری داشته باشه و مثلا اگر در زمان ثابت بودن شما قرار 5 پوینت اسپرد به بروکر پرداخت کنی، در تایم های پرنوسان این 5 پوینت تغییر پیدا کنه به 15 پوینت، 20 پوینت، مثلا 25 پوینت و به این صورت. یه سری اسپرد هم داریم که بهشون میگن زیرو اسپرد یا معاملات بدون تفاوت قیمت خرید و فروش که توی بعضی از بروکرها هم هست و اون هزینه اسپرد رو میان صفر میکنن براتون، کامیشن معاملتون رو میبرن بالا، اون کمیسیونی که بابت هر لات معامله‌ای که دارید پرداخت میکنید و براتون میبرن بالا. که حالا من خودم به شخصه ترجیح میدم نوع حسابی رو توی مارکت داشته باشم که هم کامیشن کم بدم هم اسپرد کم بدم، نه اینکه کلا اسپرد ندم و کلا کامیشن بشه. این دوتا رو همزمان با هم دیگه به صورت حالت استیبل نگه میدارم. خب این از کلیت اسپرد ها بود. با هم دیگه بریم تعریف اهرم و لیوریج رو در فارکس داشته باشیم و ببینیم که چه مزایا و معایبی داره. ای پلنت، سرمایه گذاری آگاهانه، معامله گری آسان. خب دوستان ببینید، زمانی که شما میاد یه حسابی توی بروکر باز کنید، همون ابتدا باید یه اهرمی رو انتخاب کنید. ما اهرم‌های مختلفی داریم، مثل 1 به 100، 1 به 500، 1 به 50، همونجور که توی پاور دارید مشاهده میکنید. و باید بهتون بگم که این اهرم‌ها به چه معنا هستن. این که مثلا گفته میشه 1 به 50 یعنی چی؟ یعنی شما تا 50 برابر پولی که گذاشتی میتونی ریسک بکنی، یا 1 به 100 میتونی تا 100 برابر پولی که گذاشتی روی حسابت ریسک انجام بدی. 1 به 500 یعنی تا 500 برابر حسابی که ساختی میتونی ریسک بکنی روی حسابی که توی بروکر باز کردی. حالا ما توی بخش قبلی اگر دقت کنید در رابطه با یه موضوع خیلی جالبی صحبت کردیم که اگر ما یک لات معامله باز کنیم یعنی 100,000 واحد از پول اون کشور رو درگیر معامله کردیم. ببین اگر قرار باشه اهرمی که ما توی مارکت میذاریم 1 به 1 باشه، بخوایم یک لات معامله باز بکنیم، خب عملا ما باید $100,000 پول داشته باشیم توی حسابمون تا بتونیم یه معامله روی مثلا هر ارزی که دلمون میخواد باز کنیم. ولی اهرم‌ها، بازارهای اهرمدار به ما اجازه میدن که با سرمایه کم
بتونیم چیکار کنیم؟ ریسک های بزرگتری رو انجام بدیم توی حسابمون. بعضا مشاهده شده که توی یه سری از بروکرها میان اهرم های 1 به 3000 میدن که شما میتونید تا 3000 برابر پولتون ریسک بکنید و این اصلا چیز جالبی نیست. ببینید بروکر عاشق چش و ابروی من و شما نیست، میاد به ما درصد ریسک بیشتری میده، به ما اجازه ریسک بیشتری میده که ما زودتر بتونیم حسابمون رو نابود بکنیم. اون ریت بروکرها رو که بهتون گفتم 3 تا رنک داشتیم که رنک یکش بهتون گفتم یه سری از بروکرهای خاص هستن که فیدهای قیمتی رو دارن میدن. ببینید فرض رو بر این بگیرید که بروکری که داره به کشور مثلا کانادا یا بروکری که توی امریکا هست داره خدمات میده، دولت بهشون اجازه اهرم‌های عجیب و غریب دادن به معامله‌گر رو نمیده. همین که ما تحریم هستیم و نمیتونیم از بروکرهای خیلی خاص استفاده کنیم، یه سری سودجو هم این وسط میان که به ما بروکرهایی هستن که میان به ما اهرم‌های بالا میدن. شما بیا معامله باز بکن توی بروکر ما و لورج 1 به 5000 بهت بدیم، یعنی تا 5000 برابر پولت بتونی ریسک کنی و این اصلا چیز جذابی نیست. فکر نکنید که استفاده کردن از اهرم بالا یعنی جذابیت برای معامله‌گر و اینو یادتون باشه اگر یه جایی صحبت از این موضوع شد بدونید که رنج درست برای انتخاب یک اهرم روی یک حساب بین 1 به 50 تا نهایتا همون 1 به 500 هست و بیشتر از اون به نظر من جالب نیست که آدم بخواد ریسک حسابش رو ببره بالا. بازارهای اهرمدار یه سری مزایا دارن، یه سری معایب دارن. مزایاشو که بهتون گفتم، شما اگر بخواید یه معامله باز بکنید که سود جذابی رو بهتون بده، فرضاً اگر 1 لات معامله بخواید باز بکنید، اگر اکانت حساب شما $10,000 باشه، شما 1 لات معامله رو اگر اهرم نداشته باشیم نمیتونید باز بکنید و عملاً 90,000 تا کم دارید. موجودیتون باید بالای 100,000 تا باشه. ولی تو بازارهای اهرمدار شما اجازه خرید مثلا با یه حساب 10,000 تایی دارید که 1 لات معامله کنید، 2 لات معامله کنید، چون همون ابتدای حسابتون یه اهرمی رو انتخاب کردید، فرضاً گفتید 1 به 100. اگر یه اکانت $10,000 داشته باشید تا 100 برابرش میتونید ریسک کنید که میشه $1,000,000. یعنی شما تا $1,000,000 اجازه ریسک دارید. اگر یا مثلا توی مثالهای پاورمون هم هست، اگر شما یک سرمایه $100 داری و اهرم 1 به 100 باز کرده باشی، میتونید تا 100 برابرش معامله انجام بدی، یعنی تا سقف $10,000 شما مارجین داری برای معامله کردن. پس این شد جزء مزایا برای معامله‌گرایی که توی مارکت میخوان فعالیت کنن. همون ابتدای مسیر هم قسمت‌های اول اگر یادتون باشه بهتون گفتم، من و شما اگر بخوایم توی مارکت طلا فعالیت داشته باشیم، فرضاً شما الان بخوای یک مغازه طلا فروشی بزنی و حداقل نیاز به 2 کیلو طلا داشته باشی که میشود چقدر؟ مثلا با طلای 8 میلیون تومان شما یه چیزی اولش 16 میلیارد سرمایه نیاز داری، درسته؟ اما با یه حساب مثلا $10,000 که میشه 1 میلیارد، شما میتونی به اندازه 2 کیلو، 3 کیلو، 4 کیلو طلا معامله باز بکنی و این جزء مزایای بازارهای اهرمدار هست برای ما. از اون طرف همه چی هم گل و بلبل نیست. این که ما جای ریسک داریم اصلا منطقی نیست که بخوایم چون دستمون بازه و میتونیم معاملات پر ریسک انجام بدیم بیایم حسابمون رو تحت ریسک های بزرگ بکنیم و کل این سرمایه رو نابود بکنیم که عملا توی این قسمتی که براتون دارم تعریفی از مارجین کال هست. همه تریدرهایی که توی مارکت هستن و حتی شمایی که قراره این ویدیو رو ببینی و یا داری میبینی، میخوام بهت بگم که هر کسی طعم و تجربه مارجین کال رو توی زندگیش چشیده و هر روزی که توی مارکت فعالیت بکنی بهت قول میدم جایی وسوسه میشی به باز کردن معاملات سنگین، چون چیزی نیست که جلودار ما باشه و عملا یه گوشی دستمونه یا لپتاپمون دستمونه، میتونیم اهرم خودمون رو انتخاب کنیم، لات سایز خودمون رو ببریم بالا، طبق 2 تا 3 تا 4 تا معامله که سود گرفتیم بگیم خب تا الان که $200 سود گرفتم، پس الان بذار یه معامله 4-5 برابری ریسک بکنم و یهو میبینی همونجا کل حسابت رو نابود کردی، که به این موضوع میگن مارجین کال. دلایلش چیه؟ استفاده از اهرم بالا بدون مدیریت ریسک مناسب، حجم معاملات بیش از موجودی و نوسانات شدید. جایی که حجم معاملاتتون به قدری بالا باشه که حسابتون تحت ریسک زیاد قرار گرفته باشه، فرضاً یه حساب $1,000 دارید، شما تا $700 $800 منفی هستید. جایی هست که اونجا
خود بروکر به صورت اتومات معاملات شما رو میبنده و شما میمونی و با یه سرمایه 150-200 دلاری. پس حواستون به معاملاتتون باشه. حتما برای هر معامله که باز میکنید باید حد ضرر یا همون استاپ لاس تعیین بکنیم و مدیریت سرمایه درست داشته باشیم و از اهرم‌های درست استفاده کنیم که توی بخش مدیریت سرمایه‌مون کامل در رابطه با اینکه چجوری حد ضرر بذاریم، مدیریت سرمایه‌مون رو چجوری انجام بدیم، کامل صحبت میشه. ارادت، خیلی مخلصم، میبینمتون.